سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و هموطنان گرامی، پیش از همه خداوند قادر یکتا خوب به همتا را شکرانه میگم برای تمام خوبی هاش و خصوص برای نعمت ایمانش که بهترین و بالاترین نعمت هایی که برای بندش پروردگار نصیب میکنه و از خدا امید داریم که انشالله از دنیا به ایمان رفتن به ایمان نصیبمون گردانده باشه. امروز میخوام انشالله درباره هموطنانمون که در خارجه همچون مهاجر کاری قرار دارن بخصوص در روسیه یک چند دقیقه با شما صحبت داشته باشم و فکر نظر ما باید این اوباشی و ظلم و شکنجه، بدرفتاری، تحقیر، توهین و حتی دیگر نمود فشارها و شکنجه هایی که علیه مردم ما خصوصا برای جوانهایی که مردهایی که در فدراسیون روسیه قرار دارن حکومت روسیه روا دید یا که بالاشون حمله بیرحمانه را انجام داده است. قریب 2 هفته شد. میخوام چند دقیقه در این باره صحبت داشته باشم. البته در فکر همه ما و شما هست که در همه جا مهاجر داریم و خصوصا در روسیه زیادترک داریم مهاجر که تعدادش از 3 میلیون شاید که کم نباشه. و رژیم یعنی حکومت رحمانوف امام علی شیطانویچ برای ما و شما هیچ وقت رقمی درست نمیده، حسابی درست نمیگه برای ما و شما. ما باوری کامل دارم که با 3 میلیون مهاجر در روسیه ما میرسیم. زیرا ما دیده استیم قریب 500,000 تاجیکستانی شهروند روسیه را گرفته گیرن. چیه این ظلم نیست؟ این بگیم روا نیست، جایز نیست. پاسپورت یک کشور دیگر چیکار میکنه؟ دیدن قانون نو برآوردگیشون حکومت روسیه دیدن قانون نو برآورد کسایی که شهروندی هم تاجیکستان هم روسیه را دارن حق ندارن ای روسیه ببروین. ای مرزها ای سرحدها اونا را باز میگردونن دوباره به طرف یعنی روسیه. برای چی؟ برای شما برین در روسیه در اوکراین کشته بشین، جسد شما تاجیکستان بروه، زنده شما تاجیکستان رفتن حق نداره. تعداد شهروندای ما در روسیه بسیار است، اما حقشون پایمال میشود، حقوقشون داده نمیشود، با آبروشون ظلم یا فشار یا که تحقیر روا دیده میشود، با نفس نفیسه شون تجاوز میشود. ما شاهدیم بسیاری عملهای پست در یگان ملت. آخه ما نمیبینیم که از ما ملت هم مثال بیارم که بله ملت ما و فلان ملت تحقیر میشود. چون این تحقیرهای بد، چون این پستی ها، چون این بگیم بشرمی ها را یگان ملت دیگه اگر روا میدید همین مردمی روس ما مثال میآوردیم که اون ملت هم هست. تعداد زیادی ما در روسیه است و بسیارتر برای ما و شما همین ظلم ها، همین تحقیر ها، همین عمل های نادرست و شما روا میبینند. مثال بیارم، جوان هایی که لباسشون کشیدن تاجیکستانی نبودن، شیمشون کشیدن، صورت گرفتن که کنشون جهان ببینن. شهروندای تاجیکستان ایزارشون بدر کردن. این تحقیر نیست؟ این چیه؟ این عمل چیه؟ تحقیر نیست همین. ایده دیگه تحقیر بد میشود. این مردک اخی ناموس داره، ایزارش بدر کردن یا شاید نمیدونم دیگون تگش در کونش چو زدن نشان دادن. این دیگه نمیدونم میرم چه خیلی مثالتان بیارم. آدمی با ناموس رحمانوف که ناموس نداره، اما 10 بار گفته اصلا من همینجا اولین درجه مهاجر را خود چون گناهگار میبینم. در این همه عمل، در این همه حالتهایی که بگیم یک عمل داغ، یک شوم در مردم ما، این بدبختای نمیدونم و فاشیست چون بگم یا تروریست چون بگم یا آدمخوار وحشی چون بگم روا میبینن که یگون کاری بد میکنن، در تجاوز کردن کودکای ما و شما را، زنای ما و شما را میکشن در روسیه، در جنگل ها میپرتوین. در درای تاجیکستان این همین روسا نبودن که زنها را کشتن در موسر پرتافتن، همین ها نبودن. برزید یا اگون دلشید، برزید یا مردم خستک نخست
هیچ کس نخیست. در داخل تاجیکستان ببینن ما داریم همین شهروندای روسیه میرن اونجا چی سیاحت میرن چی اونجا زندگی دارن همین خیلی تحقیر رو میبیننشون مردم موشون. نه برعکس ما روی دست میگیریم که یا روسان شکرانه پوتین میکنیم با شکرانه امامی رحمان. اگر پوتین نباشه ما هیچیم. ما میمریم اگرش نگیره. گناهگار یکم درجه این مهاجرا ختونه. یکم درجه زیرا که در جایی که تر قدر قیمت بگیم که به نظر نمیگیرن یا که احترام نمیکنن حرمت نمیکنن باید جا تعلیش کنی. یا جا خوبتر پر در روی دنیا یک کشور روسیه نه آخی رزق تنها در روسیه هم نیست. من نمیگم فقط بگردین تاجیکستان برین کسی میفرست وطن تای بگرد بره اما در روسیه که میخوای بیسی باید که آب روی خودت حفاظت کنی خودت دفاع کرده بتونی. اما امروز ما میبینیم در پلن غلطیدگی شما مردم روسیه همه در هر جای یک پلن یک گراو میگن زلاق در غلطیدگی شما رو هم تحقیر کردیسن هم میخوان مجبور میبرن در بین الاو آتش تیر تفنگ میپرتن بمبرن بعد میبرن جنازتون در تاجیکستان میگن بچه قهرمانانه مردانوار مرد. مردانوار نمردین. هر کسی در جنگوی اوکراین میبره اما یک مرگی ذلیل‌ترین خورترین میبینم. ولی من نمیگم دوزخی میره من نمیدونم اما درست نیست. یگان کتاب قدی راست نمیاد. این بین دو کشور جنگ شده ما هیچ فایده نداره. هیچ فایده نداره. نباید با جنگ اوکراین بریم. اصلا در روسیه ایستادن اما بازم تکرار میکنم یک دقیقه ایستادنتون جایز نیست. شهروندای تاجیکستان نیستین از روسیه فرار کنین فوری سراچنا عاجلا فرار کنین زیرا جای شما نیسته. ما چند سال پیش حتی بعضی ها خنده کردن گفته بودن که این روسیه فایده‌تون نداره پاسپورتش فایده‌تون نداره. یه بچه برای 5 سومون نمیدونم 5 روبل روسیه 50,000 روبل روسیه تو میره جان تمیتی این کار نادرسته. فریفته نشید. همین نفس شما یا که همون حرکت مهنت شما برای همین شکم باید همه ما را هم خیلی برای همین شکم مونای اینجا توالت های همین را میدونید در همین شکم شما توالت پرکدیستین با همین را میرین خولی میکنین با اگر که در نصیب تو نباشه همین را با قبر میبرین همین توالت را هر یک انسان حتی حیوانو دیدین هر یک کس شکم داره یعنی منظورم جان داره حیوان باشه پرنده باشه چرنده خزنده گزنده درنده شکم داره مخره از اون جمله انسان همین را مخری همین را میگیری همین توالت نمیداره همین تو چی میبری قور میبری توالت را قور نبری باید توزش کنی باید کمتر بخط در رحم کنی. تحقیرهای زیاد شدیم ما این باید بس باشه میگیم صبر اندازه دارد کاسه صبر ما لبریز شد توکه ما خیلی حالتهای بد هم میبینیم ببینید تروریست واری نمیدونم او چی گناه کردی یعنی که پشت دست شیشتونکی با شکم زده میگیرن در این قفص میدارن در این ماشین میدارن کمتر یک خطون وقتون رحم کنه. این رژیم این حکومت پرزیدنت محبوب پرزیدنت مردمی این برای شما رحم نمیکنه. اینگاه من همین حالتایی که شید اینگاه من چونینه که همین رحمانوف امامعلی شریپوویچ خیتای رفت چین رفت و اون هم پرزیدنت خیتای سوکنسین همه دانو پینهونی او تن نفیسش بخشید او چی زکس کرد چی کاری کرد که پوتین نفوریدسته. اینگاه من بعضی ها میگن اوراسیوز اینجا دیگر چیزای اوش هم نمیدونم. اینگاه من همیه که در هم خیتای نفیسه عزیز شا بخشید اینا نفوریدش مانند عروسی که یک تایگت میوه ای پیشینه را میپرته که ای رو میگردونه ای چه کمتر دور میگیره پوتین نفورید. امامعلی برای چی کار میکنه؟ برای پوتین هم جسماً پیر شید هم روحاً هم قدرتاً هم اقتصاداً پیر شید. پیر هیچ کار نمیفوره یعنی رحمانوف هم پیر هیچ کار نمیفوره. این داوید رفت طرف خیتای این سفید زرد نفورید برای همین کارا را کردیسته. این فکری مای برای همین پرزیدنت محبوبش میگن
محقولش میگن مردمیش میگن با شما رحم نمیکنه. این در فکر شما هم نیسته. همون نفری نبود که پوتین تاجیکستان دعوت کرد سال پیش چیکار کرده بود؟ ماشین زردالو، سیب، شفتالو، خربز، تربوز از زمین ریخته چاشیده گو در زمین هم خیلی ریختگی هنیو تماشاش برده بود. یاد داره نه؟ نواراش بود. یا یکی نو لعنتی ژیرنووس گیره هرچی مرده خوب شید بردش دیده نه دخترای تاجیک در دستش شد من رقص کرد تا بسیار مرخش رو تحقیر کردگی این حقی تا این پاداشی تا این رحمانوف الان خیلی بیروه یعنی خیلی بیناموسه که چقدر نفرایی که بر زیدیت بر بالای ملتیت خصوصا جوانها آینده تاجیکستان فرزندای فرزانه تاجدارها تحقیر میشوند توهین میشوند تهدید میشوند حبس میشوند با تهمت‌های گوناگون میروند در زندان‌ها میشینند تو با او روی خنده بتی او را روی دستت بیاری شریک استراتژیشون بگوی. دیم گناهکار رحمانوفه یکم شناختن مهاجرا دیم رحمانوف که ما میبینیم که دیگر شهروندای کشورهای دیگر هم در این روسیه هست با او چنین تأخیرها نمیشود. اگر هم بشود حتما جوابش او میگیرن از طرف همون حکومتی که مردمش در روسیه است حتما یک جواب میشود. از ما میترسن برای که زویسم شدگن میترسن که از یک گپ بزنن پچکا تاجیکستان روی میکنیم ما قوت نداریم توانایی نداریم که اینا را با جای کار تامین کنیم. ای قدر میلیون هایی که میره سالانه بودجه دولت 70% شم مهاجرا پر میکنن میبرن که از حق اینا دفاع کنه. اون دپوتاتا نماینده های مردم در خانه ملت یا که همون پارلمان اونا ما برای چی هم؟ وقت چون گویا که نماینده های مردم میگن آواز نمیبرن و یگون صدا ندارن و گنگن و ای پولی انمی مهاجرا زندگی دارن خورده سن نونتون حرام باشه آتون حرام باشه نفس کشیدگیتون حرام ای شما به ناموسا به آرا یگان شما هم 24 ماه یا که همین یک سال شما همه وقت در تعطیله همون وقتی در نظر من یا روزی کاری دارن که یکی پیدا میشن درباره شیر گو فایدهش چیه یا که شیر گوسفند قیمتش چنده یا که تخمی مرغ تخمی گو همون وقت ما میفهمم که همین روزی کاری داشته یعنی امروز یا کار در اومده گویا شما رو مردم انتخاب کرد مردم از شما بزاره. هموطنان عزیز شما باید که خودتون ایواز کنین هیچ کس نه خودتون شما خودتون ایواز کنین شما دیگر راه ندارین هم خیلی تحقیرآمیز زندگی میکنین با این همه حال میرین آینده نسلای شما بعد میان کو می اومدگی و رنگ شما خیلی میروان و میبینن میگن همین پدری من همین خیلی مهاجر بوده و خم رسید میرفته چخری میکنده درخت میبریده یا که ماشین میشته خیلی من باید امون را بشم. چندین بار با شوخی داشی همون هنرمند چون میگن مسخره بازا گفتن کو یک کودک فریاد میکنه کلانش چی میشه مهاجر میشم. این تأخیره. من مهاجرت اصلا نمیگم که روا نیست جایز نیست اما مهاجر با مهاجر داره مهاجر با مهاجر داره قدر قیمت در یک جا بلند باشه اقلا بلند هم نباشه به احترامیت نکنن تحقیر نکنن ما بگم تمام. اما ما میبینیم نیم زیاد قریب مردم ما را تحقیر میکنن در روسیه کسی صدا نمیکنه باز هم اومده است شهروند اینجا را گرفته هستن. وقتون رحم کنین پدر و مادراتون باید به شما رحم کنن. زنها هم اومده استن روسیه اگرچه تجاوز شده استن تحقیر شده استن کشته استنشون باز هم ناچار مجبور اومده استن. خب یا دیگر کشور بریم یا که در تاجیکستان خودتون صدا بلند کنین که ما نمیخوایم دیگر جا بریم ما را برای جای کار این همینجا در تامین کنین وگرنه برین گم شین رژیم حکومت داره را باید بگین.
اون گروه پیروای پیشوا آوانگاردو وطن دوستدارا پیش این سفارتخانه دا میرفتن میتینگ میکن، پیش او سفارتخانه دا میرفتن میتینگ میکن. یا تروریست وطن او خیل، او حکومت او خیل. خو اینا را بگردونن و شرعی خیل کنن. اینا در پیش سفارتخانه روسیه نمیرن، آواز ببرن. بگن هموطنای ما را چی با تحقیر میکنین؟ چی با شما خیل فشار مخصوص برای جوانهای تاجیکستان را دیدستین؟ چی گپه؟ یه بچه ای باید در روی دنیا ما آبرو نمونده در روی ما. نمی من نمیتونم مثال بیارم از یک کشور که این کشور ما تحقیر شود به آبرو باشه مردمش. ایو طرف گویا که آبروی تاجیکستان نو چور گولک حرام بلند کرده سه بلوگر احمق هم میاره یک نمیدونم ورزشکارش هم میاره که ها اینای میاد تاجیکستان معرفی میکنه. ای طرف ریده است ما تاجیکستان آخه. ای طرف پستی مردم بگه پستی ملت ما نشون داده است. آبرو مهمترین چیزه. شأن شرف انسان نمو آبرو شه. وقتی او را بزمین میشنونن بزانو میشنوننش دستش پشتی کلا این تحقیر برحق یک ملت او 4 تا جوان او 100 تا جوان نبینه. تحقیر در حق تمام ملت نه پیشوای محبوب او دختر محبوب او بچه محبوبش اویلای خشروش تمام اینا وزیرای معقول خشرو صفت خوب روشان همش تحقیر میشود. اما اون ناموس ندارن. ناموس داشته باشیم فکر نمیکنیم که بیایم یورو در تاجیکستان جای کار بتیم آخی زبان کوتاه نشیم. همین رحمانوف همون نفری نیست که حرفی غ میگنش حرفی ر میگنش چخیلی است در پیش همون WWP همون صورت ببینید شما. همین رحمانوف هی دیگه شما چی امید دارین در پیش خوجه اساسیش پوتینه خیلی برای بشکم بزنه یا دستکاش خفاچش پیش بر کنه سینه‌ش سرش خم کنه چه خیلی من ای مو امیدی بهبودی یا که خوبی را بکنه. خلاصه صحبت در این بارو دیگه هیچ معنی نداره. ما فکر میکنم هیچ معنی نداره زیرا ما در این بارو چندین بار گفتیم اما میبینیم که تأخیر را میبینیم خیلی شرمندگری را خیلی پسزنی برای ملت مونه بخور کنین یک داغه قفو خطر بکشی خطر نادیده بگیری اخی گو میگن که خطر نمیبخشی یک وجدان عذابت میته قرارت نمیته این هم خیلی هست. همین قدر میگوین نگون دمی برو خیلی یا خودشون یا فکر میکنن برای خودشون بختشون رحم میکنن یا بچه بختون رحم کنه نه دین اسلام خدای ما و شما پیامبر ما و شما خب برای ما و شما فهموندگی هست خودتون با خودتون رحم کنید خودتون تغییر بدید. ها بچه چه خیلی بگم با زبانی تاجیکی آخی نمیدونم گپای ما اونقدر کوچگی نیست که شما نفهمینش یا که نمیدونم اگر گپای ما معقولتون نیست خودتون فکر کنید هم یک کاری بد هم میبینید یا تحقیر هم میبینید چی برای خودت یا چی برای دیگرو یک راهی دیگر داره آخی هم یک راهی دیگر داره خیلی نیست که ما همین ایراسیا برومه مردیم ما هم برومه ایراسیا دیگه اگه گشنگی را مردیم دیگه دوزخ رفتیم دوزخ نمیره. تو مسلمان باشی تو باید فکر کنی که تو را میکشن تا برای نفس هم دفاع کنی برای حقیقت هم دفاع کنی بکشنت تو بدون که تو بهشت میره شهید میشه. این شهیدی نصیب هر کس نمیشه. تا گشنگی نترس ای راسیا نترس آخی راسیا نباشه ما هیچیم. آخران کلمه آخران جمله برای شما مهاجرای خصوصا راسیا همین است که فوری عاجلا سراچنا راسیا ترک کنید. این فکری ما این قانون یا که اگون چی نیست مسئولیت تمام گروه باشه تمام حکومت باشه تمام ملت باشه. این فکری ما که عاجلا شما راسیا را ترک کنید با دیگر کشور کار کنید میرین یا که تو وطنتون میرین اما عاجلا شما ترک کنید که جای شما نیست راسیا جایی که تحقیر شدین جایی که شما را با کشتن بردستن مجبور کش میگن که اونم خیلی کدستن تو فوری شما راسیا را ترک کنید. صحبت دیگر در این باره بازم تکرار میکنم که ندارم زیرا همه صحبت را دیگر برادران کردگیان دیگر چیزی بگم آخی گپام فکر میکنم که چی ندارد
решаи амиқ надора ки шумо як фикр кунед ба худтон раҳм кунед. Россияро тарк кунед, Россияро тарк кунед, Россияро тарк кунед. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.